باورش سخته. 5 پنالتی تو 4 هفته پیاپی. مهدی طارمی حالا دیگه به کابوس مدافعان لیگ برتر تو محوطه جریمه تبدیل شده. مهاجمی که انگار میتونه از همه حریفا پنالتی بگیره. برای اینکه بدونیم گرفتن 5 پنالتی تو 4 بازی چقدر غیرعادیه، کافیه آمار پنالتی گیرترین بازیکنای فصل گذشته رو با هم مرور کنیم. مهدی مومنی مهاجم سال قبل استقلال خوزستان تو کل فصل فقط 4 پنالتی واسه تیمش گرفت. 2 سال قبل فشنگچی که برای ملوان بازی میکرد هم تو 30 بازی همین تعداد پنالتی گرفت. و تو لیگ 12 فصلی که جلال رافخایی با کلی پنالتی آقای گلش شد، محمد نصحتی برای ملوان 5 پنالتی گرفت. با وجود تعداد غیرعادی پنالتی‌های طارمی، کارشناسای داوری درباره درستی هیچ کدوم از اونها بحثی ندارن. یعنی طارمی برخلاف چند تا از همتیمیاش که سعی میکنن با شبیه سازی و فریب داور و از راه نادرست به پنالتی برسن، راهی برای مجبور کردن مدافعا به انجام خطای پنالتی بلده. طارمی حتی سال گذشته تو بازی‌های لیگ قهرمانان هم 3 بار داورهای الیت آسیا رو مجبور به اعلام ضربه پنالتی به سود پرسپولیس کرد. راز مهدی طارمی چیه؟ چطور او برعکس فرشاد احمدزاده، امید عالیشاه و هادی نوروزی و خیلی‌های دیگه تو لیگ برتر به جای شبیه سازی شرایط رو برای وقوع پنالتی‌های بی حرف و حدیث آماده میکنه؟ از خلعتبری و وحید امیری گرفته تا مهدی مومنی، پنالتی گیرترین بازیکن فصل گذشته، این سرعت و تکنیک بازیکن‌ها بوده که به اونها کمک می‌کرده با فریب مدافعان کنتر حریف اونها رو وادار به اشتباه کنن و ازشون پنالتی بگیرن. پنالتی‌ها معمولاً حاصل حرکت پا به توپ بازیکنیه که روش خطا اتفاق میفته. اما در مورد طارمی داستان یک کمی متفاوت. 5 پنالتی تو این فصل، 3 پنالتی تو لیگ قهرمانان آسیا و 1 پنالتی تو لیگ 14 همه در شرایطی روی طارمی حادث شده که مهاجم پرسپولیس یا اصلا ضربه‌ای به توپ نزده یا به اجبار فقط 1 ضربه به اون زده. مورد عجیب‌تر مسیر حرکت طارمیه وقتی روش خطا اتفاق میفته. تو بازی با ذوب‌آهن وقت خطای پنالتی طارمی به سمت بیرون محوطه جریمه رفته. تو بازی با فولاد هم همینطور. تراکتوری ها هم وقتی طارمی پشت به دروازه‌شون بوده او رو زدن. تو فصل گذشته هم طارمی در حالی از دروازه‌بان بنیادکار پنالتی گرفت که توپ راهی بیرون زمین بود. گسترشی ها هم در حالی طارمی رو سرنگون کرده بودن که در حال دور شدن از دروازه‌شون بوده. این تعداد کم ضربه به توپ قبل از گرفتن پنالتی ها و مسیر حرکت عجیب طارمی وقتی روش خطا اتفاق میفته نشون میده او تو یه لحظه هایی از بازی تصمیم میگیره مدافعان حریف روش پنالتی کنن. اون لحظه ها زمانهاییه که میتونه یک کورس یا دوئل بین طارمی و بازیکنای حریف تو محوطه جریمه شکل بگیره. تو این مواقع مهاجم پرسپولیس وارد عمل میشه و فرمول جالبش رو پیاده میکنه. این پنالتی که یوسف وکیان مدافع جوان فولاد مرتکب شد به خوبی روش طارمی تو پنالتی گرفتن رو نشون میده. شرایط برای شکل گرفتن یه دوئل تو محوطه جریمه آماده است. طارمی به سرعت به توپ نزدیک میشه و به لطف گام‌های بلندش یک کمی از وکیا پیش میفته. اما جای رفتن به سمت توپ و ضربه زدن به اون خودش رو بین وکیا و توپ قرار میده. بعد نوبت تغییر شتاب ناگهانیه. طارمی سرعتش رو کم میکنه تا مدافع روش خراب شه و همزمان ایستایی و پایداریش رو انقدر کم میکنه که با کوچکترین ضربه یا فشار از سمت مدافع از همه جا بی‌خبر سرنگون بشه. تو بازی با ذوب‌آهن هم مهاجم باهوش پرسپولیس با همین فرمول از مدافع جوون ذوب‌آهن پنالتی گرفت. قرار گرفتن تو مسیری که مدافع رو به توپ میرسونه، کم کردن سرعت و پایداری بدن و یه هول کوچیک که منجر به پنالتی میشه. گاهی وقتا طارمی برای قرار گرفتن بین توپ و مدافع مجبور میشه به توپ یه ضربه هم بزنه. مثل پنالتی همین هفته. تو آخرین لحظه طارمی تو سر توپ میزنه و برمیگرده و مدافع حریف به اشتباه جای توپ پای اون رو میزنه. یا اینجا پنالتی اول پرسپولیس جلوی سایپا، پاس ارسال میشه و طارمی بین توپ و بازیکن حریف قرار میگیره. درست لحظه‌ای قبل از سررسیدن دروازه‌بان طارمی اشاره‌ای به توپ میکنه تا فلاح‌زاده به جای زدن توپ روی طارمی بیفته و مرتکب پنالتی بشه. حالا نیمه دوم همین بازی طارمی قبل از مدافع سایپا به توپ ضربه میزنه و منتظر ضربه او میمونه. همونطور که قبلا تو نمودار دیدیم هیچ کدوم از تک ضربه هایی که طارمی قبل از وقوع پنالتی ها به توپ میزنه برای نزدیک کردن او به دروازه حریفان نیست و به این خاطر به توپ زده میشه که مدافعان حریف جای زدن توپ ضربه‌ای رو به بدن او وارد کنن. مثل این صحنه تو بازی پرسپولیس بنیادکار که ضربه طارمی به سمت بیرون زمینه. تو بازی جنجالی با النصر هم طارمی بعد از قرار گرفتن بین مدافع و توپ، کند کردن سرعت و کم کردن استواری بدنش منتظر میمونه تا مدافع عربستانی روش خراب شه.
سرعت عمل، گام‌های بلند، توانایی تغییر ناگهانی شتاب، هماهنگی مغز و عضله، برنامه داشتن برای همه لحظه‌های بازی و از همه مهمتر هوش به وضوح بالاتر طارمی نسبت به مدافعان حریف، مدافعانی که بازیکنی که در حال دور شدن از دروازه است رو سرنگون میکنن، او رو به پنالتی گیرترین بازیکن لیگ بدل کرده. عنوانی که بدجوری وابسته به اشتباه مدافعان حریفه. شاید به زودی و با تحلیل ترفند خارق‌العاده طارمی حریفان راهی برای پنالتی ندادن به ترسناکترین مهاجم این روزهای لیگ پیدا کنند.